برای آمدن به آلمان و همینجا فعالیت کردن در عموم زبان انگلیسی دونستان در کار یا که زبان نمیسی کدام برنامه ها هستن برای مردم تاجیکستان که مثلا میتونن در آمده دیجا تحصیل کنن مردمی که از تاجیکستان مثلا با مقصد کار میان در همینجا چی توصیه میکنید معاشی که مثلا مردم در آلمان میگیرن تقریبا چند قدر است؟ سلام علیکم زبان آموزا چه خیلی که میدونین من آلمان اومدم و بچه‌ها اکثریت پرسیدن چه خیلی رفتی چه کار میکنی دیگر و از همه سوالای معمولی که شما ما پرسیدین زبان آموزان پرسیدین ما از اکای محمد شکور میپرسیم یکی از دوستای ما که در آلمان کار میکنه فعالیت میکنه. سلام علیکم. برای آمدن به آلمان و همینجا فعالیت کردن در عموم زبان انگلیسی دونستان در کار یا که زبان نمیسی؟ اول از همه سلام میکنم خدمت همه زبان آموزا و همینطوری پیج اینستاگرام شما که صدی و نوابسته از اینکه یک نفر میخواد از تاجیکستان بیرون بیاد یا نبیاد باید در این دنیای حاضر انگلیسی را دانستن در کار چون که خیلی از سوی تکنولوژی به انگلیسی پیش نمیرد اما آن اشخاصی که دنبال این هستن که با یک پیشرفت و یک ادامه تحصیل باشند در آلمان از آن سبب که هم کورس هایی که به زبان آلمانی هستند و سرویس و خدمات های شهری کنند آلمان استریا به زبان آلمانی هستند حتما آموختن زبان آلمانی بسیار ضروری است و شانس یگان یافتن موقعیت های بهتر همه این چیزها رو بالا می‌برد. سلامت باشین. مسئله تحصیل در چی فکر دارین؟ کدام برنامه ها هستن برای مردم تاجیکستان که مثلا میتونن در آمده دیجا تحصیل کنن؟ مسئله برنامه تحصیلی در آلمان ما عمدتاً دو نمود تحصیل داریم. یک تاش خب تحصیل همون دانشگاهی است که بکالوریات میشه و ماجستراتور و دکترانتور که من خودم 2 سال شد که دانشجوی دوره ماجستراتوری هستم ماستری و من اون نمود دیگرش که شما در هنگام تحصیل از طریق کار کردن و تجربه آموزی همان اختصاص مثلا شما اگر اینجا اقتصاد خوانید یا بانکری اگر خوانید شما نصف ساعت‌های درسی رو در درس اشتراک میکنید نصف ساعت‌هایی که باید در درس اشتراک کنید همچون یک کارگر نوآموز کارآموز در بانک رفته کار و فعالیت میکنید. این خوب به همه اختصاص‌های دیگه مثال از جمله مثل استرگی نمیدونم مکانیک ماشین یا عموما اختصاص‌های هستن که نیاز به تجربه آموزی ریالیستی در زندگی دارن. نصف وقت درس میخوان نصف وقت کار میکنن و از روز اولی که به این پروگرام داخل میشن چون که همچون کارمند هم هستن یک آیلی که تقریبا پایان سطحی که برای کار در آلمان هست دریافت میکنن. نام برنامه چی است؟ Ausbildung. اوکی. سوال دیگر همه که مثلا مردمی که از تاجیکستان مثلا با مقصد کار میان در همینجا چی توصیه میکنید کدام کارو را میتونن کرده یا کی چی را مثلا باید بدونن که میتونن همینجا پررا فعالیت کنن لگالی خیلی غیر رسمی کار سیاه نه و کاری که مثلا پولی نقص دارد کار میکنن؟ خب کلا جامعه آلمان خب سبب‌هایی که هم میدونیم که میانگین سن در آلمان بالاتر است مردم روز به روز سن و سالشون بالا میرد اینها نیاز به نیروی کاری جوان دارن. اول از همه چیزی که برای مثال مسائل کاری مهم است تجربه خوب و داشتن ریکامنداسیون خوب از طرف استادای دانشگاه یا از طرف شرکت‌هایی که قبلا شما کار کردید و یک مسئله که باید عموما همه این چیزا رعایت کنن داشتن یک سی وی یک شرح حال خوب که مشکلی که ما هست متاسفانه کمتر به اون توجه میکنیم که هم باید در وبسایت های همچون لینکدین یا سی وی هایی که خود شخص آماده کرده میموند باید حتما سی وی خوب و در آن تجربه های خوب داشته باشه. تا تحصیل خوب تجربه خوب نداشته باشه خب واضح است که شما نمیتونید یک سی وی خوب داشته باشه. رسما نمون معاشی که مثال مردم در آلمان میگیرن تقریبا چند قدر است؟ معاش اینجا دو نمود ما معاش تعیین کرده میشد. یکی اینکه برای کارهایی که کانترکت هستن که شما سالانه امضا میکنید و کانترکت هایی هست که شما از روی ساعت امضا میکنید. مثال کانترکت هایی که برای استودنت ها هستن دانشجویان اکثرا به اون نمود فعالیت ها مشغول هستن. این سال جدید کمترین حقوقی که برای یک ساعت در آلمان در نظر گرفته شده است 12 یورو و 40 سنت است که این بین یعنی پیش از نلاگ است. از این درآمد نلاگ پرداختن لازم است. برای کارهای کانترکتی هم تقریبا اگر خواهم گویم که
حدوداً چقدر میشه، چون شهرهای کلان یا استیت‌های هر خیلش با توجه به اون که قانون‌های متفاوت دارد، یا مثال برلین شهر قیمت‌تر است، میونخ قیمت‌تر است، اونها کمتر درآمد زیادتر میتن. یک چیزی میانگین اگر در نظر گیریم تقریبا ماهانه 2000 یورو، این هم پیش از نلاک. و از روی اینکه مثال عائله‌مند هستی، تنها هستی، شرایط نلاک سپردن شما فرق میکنه. саломат бошед. Охирон савол, оиди бачаҳое ки мисол аз Тоҷикистон омадан ва дар Олмон кор мекунанд, ё ки аусбилдунг мекунанд, ё ки мехонанд, масалан чӣ тавсия дорен? Барое ки шумо ёд дорам ки дар суҳбатон гуфта будем ки аксарият мисол ба шаҳрҳои калон намеоянд, мисол ба қишлоқҳо ва дигар чизҳои дуртар мераванд. مسئله مهم که هست، خب ما خودم آدم کشورمون تقریبا تاجیکستان 12 میلیون است و دوشنبه هم یکی از کلان شهرهایی که در همون منطقه است 1 میلیون جمعیت دارد. من اینا میفهمم که شهر بزرگ کلان شهر یا به گفته روسان زبان ها میگن مگاپولیس مشکل و سختی های خودش دارد، اما وقتی که یک شخص تصمیم میگیرد که مهاجرت کند، اومده در یک جای دیگه تجربه آموزی کند، چرا مثلا به یک شهر معده رفته و کمتر ریسک زیادتر نکرده به یک شهر کلان بیاید که خب بعد از 2 سال 5 سال که ما درس تمام میکنیم، تجربه خوب کسب میکنیم، رفته وطن خود آباد کردن در کار. و شکر خداوند تاجیکستان ما هر روز پیشرفت شده، ما به دانش نو نمیتونیم به کشور خود کمک کنیم. و اون چیزی که فرقیت ایجاد میکند، همونطور که مثال شما از یک شرکتی خردترک شرکتی کلان میگذارید، پلن های آنها کلانتر، مثال از یک کمانده 20 نفره به یک کمانده 100 نفره میگذارید، با همه آنها کار فعالیت کردن در کار است و فرهنگ های مختلف و زبان های مختلف آدم ها خاطر کار میکنید. همه اینا تجربه است، همه اینها تجربه است و چی بهتر که شما وقت و زندگی خودمون ما صرف میکنیم، ما یک عمر محدود داریم، یک روز نه یک روز تمام میشه، همون چیزی که صرف میکنیم چی بهتر که در جاهای کلانتر و تجربه های کلانتر آموزیم که بیایم و برگردیم و بهترین ها رو برای کشور خودمون سازیم. سلامت باشی. محمد شکر. موفقیت، سفر خوب در برلین آرزو مندم. миннатдор. бачаҳо агар боз ҳам саволотон бошанд дар комментария метавонед нависта. масалан ман баъдан қатъи ака Муҳаммад Шукур саволоро мебинем, баррасӣ мекунам. бо агар ягон саволе ки ҷавоб нагуфта бошем дар ҳамаи видео, бо акай Муҳаммад Шукур ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳад. ҳаматонда барори кор ба шумо пешравӣ хоҳонем. سلامت باشید.